سوال: یک کسی که از خود کلام را سلام میدهد و او جواب نمیدهد گناهکار میشد؟ بله. اگر کسی سلام داد به من جوابش نگفتم، امام قرطبی صاحب تفسیر است، او میفرماید که فرشته از آسمان میآید جواب سلام را میگوید، کسی که سلام گفته جواب ایره میگه، و او کسی که جواب سلام را نگوید به او لعنت میفرست. سلام خودش سنت، جوابش واجب است. ولی مرد به زن سلام نباید بده، زن به مرد سلام نباید بده. ای زن و مرد خودش نمیگم که زن و شوهر باشه، زن و شوهر به یکی دیگه سلام بده، این ادب است، این محبت به وجود میاره. و هیچ وقت شوهر انتظار نکشه که اول باید زنم به من سلام بده، نه هر وقتی که داخل شد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دعا هست، سلامتی بر تو ای همسر گرامی من، رحمت خدا، برکت خدا بر تو باد. محبت ایجاد میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنها سلام میگفت، چون زنان به نبی علیه السلام هم مثل دختران زنان امت، به خاطر تعلیم نبی علیه السلام سلام گفته است. و اگر در جمع زنان یک مرد سلام بگوید در حالی که خوف فتنه نباشه اشکال نداره، ولی یک زن تنها به یک مرد تنها که هر دو تا جوان هستن سلام نگوید. و اگر یک سلام داد نفهمید، جوابش به دل بگو، به زبان نگو، با آواز بلند نگو که فتنه ایجاد میکنه. مطلب گرفتین ان شاء الله. سوال دوم: دختر دادن به مذهب شیعه جایز است؟ به هیچ صورت جایز نیست. پیشتر گفتم به هیچ صورت. نکاح شیعه و سنی به هیچ صورت درست نیست. به خاطر چی؟ اختلاف عقیده دارن. او یک عقیده یک عقیده. در جایی که اختلاف عقیده باشه اونجا محبت نمیآید. پدری که فرزندش را عاق کند آیا خیر دنیا و آخرت میبینه؟ عاق کردن از خود قانونی داره. پدر به پسر میگه نماز نخوان، پسر نماز میخونه، عاقش کرده، هیچ مشکلی به پسر پیش نمیشه، هیچ ضرری عاق کردن به پسر نمیشه، بلکه پدر مجرم است. او به سمت دین در حرکت است، به سمت الله و رسول در حرکت است. او ریش گذاشته، پدرش میگه ریش نگذار، اگر نه عاقت میکنه، عاق بکنه، عاق نمیشه. دختر حجاب کامل اسلامی میپوشه، پدر میگه نپوش، ما آزادیم، مادر میگه این لباس نپوش، ولی عاقت میکنم، عاق بکنه، عاق نمیشه. خیر دنیا و آخرت میبینی، نه ضرر دنیا و آخرت. یعنی اگر جایی که اطاعت الله باشه تو انجام بدی، از اطاعت الله پدر و مادر ناراض شد تو را عاق کرد، عاق نمیشه. در مواردی که تو به احترامی کردی به پدر و مادر، خدای ناکرده زبان تند شد، کلمات زشت به پدر و مادر گفتی، قلب پدر و مادر خفه شد، تو عاق شدی. او ضرور نیست که به زبان بگوی عاق، امی که تو پدر و مادر آزرده کردی، به احترامی کردی، بد زبانی کردی، اذیت و آزارش دادی به خاطر زنت. هیچ وقت به خاطر زن پدر و مادر آزرده نکنین، به خاطر پدر و مادر زن آزرده نکنین. حق هر کدامش جداست. زن حق جدای خود را داره، شوهر باید حق زن خود را ادا بکنه، پدر و مادر حق جدای خود را داره. این زیاد توجه بکنید، به خاطر این و آن حق یکی دیگه تلف نباید شد. ولی به پدر و مادر خود خیلی احترام بکنید، خیلی زیاد احترام بکنید. 7 جای الله جل مجدود در قرآن میگه و بالوالدین احسانا ان اشکر لی و لوالدیک، شکر مرا بکشین، شکر پدر و مادرتون بکشین. پس او دختری که فرار میکنه از خانه پدر و مادر، بله او عاق است، او بدبخت است، در دنیا هم بدبخت است، در آخرت هم بدبخت است. و اگر او کسی را انتخاب کرده با جرأت ای که فرار بکنه، آبروی پدر و مادر با جرأت به پدر و مادر خود بگوید ما میخوایم با او ازدواج بکنیم، با فلانی دیندار است، اخلاق داره، ما میخوایم با امرش ازدواج بکنم، این حق مسلم است، بی حیایی هم نیست، بی شرمی هم نیست، حق مسلم است. نظر کردن به خاطر که حاجت برآورده شود، نه گناه ندارد، جایز است. او باید وفا به نظر بکنیم. وقتی نظر کردی وفا به نظر شود و از او شیئی که نظر کردی گوسفند از خودت خورده نمیتونی. تصوف چیست؟ معلومات بدهید. تصوف مختصر براتون بگوییم. ما سر این نامش
مناقشه و جنجال نداریم. تصوف یک نامش تزکیه است. 4 جای الله رب العزت و جلال در قرآن به او اشاره فرموده که یکی از او جاها آیه 125 سوره 129 فکر میکنم 129 سوره بقره است. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یکی از وظیفه شاخص رسالت رسول صلی الله علیه و سلم تزکیه بود. تزکیه از بین رفتن امراض باطنی. تصوف یعنی تزکیه. علما میگن آغازش احسن المقصود فی توحید المعبود در صفحه 15 از تصوف یک تعریف داره. میگه التصوف هو تصحیح النیه. تصوف چی است؟ نیت را صاف کردن، نیت را پاک کردن، عمل به خاطر الله انجام دادن، ریا نداشتن. اول تصوف از انما الاعمال بالنیت شروع میشه، آخرش ان تعبد الله کانک تراه، درجه احسان است که در حدیث جبریل مشهور است. تصوف همون درجه احسان، یعنی به جای میرسی در تزکیه قلب. حتی محمد غزالی رحمت الله علیه میگه تصوف فرض عین است در احیاء علوم الدین مجلد اول صفحه 30. تفسیر معارف مفتی محمد شفیع جلد 4 صفحه 418 میگه تصوف فرض عین است. علامه محمد عمر سربازی در تفسیر تبیین الفرقان مجلد 11 صفحه 495 میگه تصوف فرض عین است. تصوف به معنای تزکیه، امراض باطنی را از بین بردن، کبر، عجب، خودپسندی، ریا، خودخواهی، اینها را نداشتن تصوف است. اما بیعت با پیر، این بیعت را علما میگن مستحب و سنت است. قسمی که القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، علامه شاه ولی الله محدث دهلو میگه البیعت سنت لیست بواجبت. این بیعتی که با پیر میکنی سنت است، واجب نیست. بیعت کردن با پیر مثل که به کس شاگرد شوی. استاد چه تعلیمی میده همین تعلیم رو از پیر میگیری. درجه پیر همون درجه استاد بودن است. این تصوف است. تصوف در حقیقت اعمال زشت انجام ندادن، باطن خود را اصلاح کردن از گناه ها و عمل کردن به دین تصوف میگن. کدام تفسیر دیگه نداره. درباره مثنوی و معنوی هم معلومات بده. خب همون مولانا جلال الدین بلخی دیگه کتاب مشهوری داره به نام مثنوی. در اوجا یعنی در حقیقت خیلی تلاش کرده، خودش عارف بود، عرفانی صحبت کرده و هم از جمله کتابای تصوف است، ولی بسیار اشعارش سخت است فهمیدنش. به می خاطر ظاهرش که بشنوی فکر میکنی که مولانا درباره دخترها صحبت کرده، درباره عشق عاشقی، درباره شراب صحبت کرده، در حالی که تو نیست. عارفا را کلامش عارفا میفهمند. علما میگن که اهل تصوف را کتابش کسایی مطالعه بکنه که از اهل تصوف باشه، چون کلمات را که اونا به کار بردن عام فهم نیست که همه کس باید بفهمه. کتاب خیلی خوبی است. سوال کردن در سر نماز هر چیز یادم میآید باید چی کار بکنم؟ همه تو یک سوال را یک صحابه به نام عثمان ابن ابی العاص به محضر رسول صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله این الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی. شیطان وسوسه میکنه بین ما و بین نمازم و بین قرائت ما، چی کار بکنم؟ نبی علیه السلام فرمود اگر این تو یک حالت به تو پیدا شد، اعوذ بالله بگو، واطفل علی یسارک ثلاثا، به طرف چپ خود 3 مرتبه تف بکن. پس کسی که وسوسه داره هر چیز به یادش میاد، پیش از اینکه به نماز بره اقامه نماز بکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به طرف چپ خود 3 مرتبه تف بکنه. اگر داخل خانه بود حرکتش بره، اگر در بیرون بود حقیقتا تف بکنه و این وسوسه از پیشش دور میشه. او بزرگوار گفت من این کار کردم، این حالت از من دور شد. و دیگه کسایی که وسوسه زیاد دارن بعد از نماز صبح 100 مرتبه لا اله الا الله، وسوسه دفع وسوسه است. تجلیل از روز میلاد شریف، آنچه که مهم است عمل به سنت است. عمل به سنت بکو، پیامبر صلی الله علیه و سلم از تو راضی است، الله از تو راضی است. اگر تو تجلیل از میلاد میگیری در حالی که متبع سنت نیستی، تمام سال رنگ و بوی از سنت در وجودت نبوده،
فقط یک روز تجلیل میکنی، من امروز خیرات میکنم، امروز درود میخوانم، امروز قرآن خوانی میکنم، دیگه در کل سال از سنت خبری نیست. نه حجاب کامل وجود داره، نه جوان ریش گذاشته برای خودش، نه جماعت میخوانه، صدها سنت زیر پای شکسته است و این خوشحال است که من تجلیل از میلاد میکنم. تجلیل از میلاد پیامش هم است که اتباع سنت باید باشه. بیان سیرت رسول صلی الله علیه و سلم هر وقت باید باشه، یک روز خاص نشه. در کل سال ما بیان سیرت بکنیم، کتاب‌های سیره را برداریم، سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانیم، یک روز خاص نکنیم. گفته کاکایم در ترکیه است، میخواهد برادرزاده های خود را برای دست به ترکیه بخواهد. چی اشکال دارد؟ در صورتی که او متوجه باشه که اینها همین حجابشان، تقوایشان، پرهیزگاریشان زیر سوال نمیره، میتونه از اینا درست حفاظت و نگهداری بکنه از تقوا و ایمانشان، از همه چیز اشکال نداره درس به ترکیه میخوانه، هر جای میخوانه. آیا کسی که نماز قضایی داشته باشد خواندن نماز نفل درست است؟ درست است، ولی بهتر است که قضایی خدا بخونه. بهتر است که قرض خدا بپردازی. کسی که قرضدار باشه صدقه بده، اول قرض خدا بپرداز، خلاص بکن، باز صدقه بده. یعنی نماز نفل درست هست ولی اول قضایی باید خوانده شود. آیا بخار روی کفاره گناهان است؟ همین است؟ هر مصیبت کفاره گناهان است. هر مصیبت. یک کسی مشکل دندان داره، یک دندانش شکسته است، کفاره گناهانش میشه. یک کسی یه حالت برش پیش شد، چهرهش زشت شد، کفاره گناهانش است. هر مصیبتی که به مسلمان میرسه کفاره گناهانش است. کسی که کالا در خواب بیند و آن را به کسی طلا در خواب بیند و آن را به کسی بدهد، تفسیر دارد این خواب. طلا به کسی داده خیر و برکت از آدرس امی به او رسیده، از آدرس ازی یک خیر و برکت به او رسیده، یک چیزی به او رسیده که به نفع از او است. آیا بلیچ کردن آبرو گناه دارد؟ نیاز نیست. علما میگن بلیچ نشود آبرو. آبروی خود درست و زیباست، چی نیاز است به بلیچ کردن؟ نباید تغییر خلق الله بکنیم. بعضی حال آبروی خود میتراشن، دیدین؟ میتراشن بعد تتو میکنن. چی میکنن؟ آبروی خودشون توسط رنگ میسازن، توسط چیز میسازن. این گناه داره، تغییر خلق الله هست. کار شیطان همیست که مسلمانان را تلاش میکنه اینا تغییر خلق الله بدن. با این آبرو رو برداشتن اشکال نداره. کسی که آبروش بسیار گت است میخواد او را جدا بکنه، اشکال نداره. ولی آبرو چیدن، باریک کردن که بسیار باریک در حالی که آبروش باریک است بله گناه داره، این کارا نکنه. مگر ای که کسی آبروش بسیار پشت و پرمو است که چهرهش کاملا زشت کرده، از اصل طبیعی خودش خارج از آبروش، او را میتونه یک مقدار برداره که به اصل طبیعیش برگرده. باز از این غلط درک نکنین که حال مولوی صاحب آبرو چیندن اجازه داد. نه، به کسایی که همین مشکل دارن، پشت و پرمو آبرو دارن، چهرهشان زشت کرده، یگان وقت کسی واقعا از حد طبیعیش بیرون است، باز او را میتونه یک مقدار، حتی اگر مردها از حد طبیعی آبروشون بیرون باشه، یا آبرویی که چشمشون بیخی گرفته، میتونه یک مقدار بردارن. کسی که وعده بدهد با اون عمل نکنه چه حکم داره؟ حدیث است، فکر میکنم در صفحه 15 مشکات طبی نور محمد میگه، رسول صلی الله علیه و سلم میگه لا ایمان لمن لا عهد له، ایمان نداره کسی که با وعده خود وفا نمیکنه، مگر در صورتی که تو وعده دادی و دلت هم میره میخواست که با وعده وفا بکنی ولی یک اتفاق افتاد که نتونستی، در اون وقت با گناهگار نیستی. وعده دادی، تصمیمت هم امی بود که به وعده وفا بکنی، ولی یک اتفاق افتاد که از اختیار تو بیرون بود، با وعده وفا کردن نتونستی، در اون صورت باز مؤاخذه نمیشی. ولی اگر از اول نیتت امی بود که ما وعده میتونم وعده شکنی میکنم، بازی بسیار خطرناک است. یه عمل یهود است که همیشه وعده میدونن وعده شکنی میکردن. زمانی که نماز میخوانیم کسی از پیش روی ما تیر میشود با گذاشتن یا بالش یا چیز دیگری، آیا شخص تیر شده میتونه؟ بله، یک چیزی اگر یک دستمال آویزان بکنه از این طرف دستمال تیر شده میتونه. اگر یک چیزی که به اندازه یک ذراع شرعی باشه، یک ذراع تقریبا 46 سانتی میشه،
یا 18 اینچ میشه. 18 اینچ بلند باشه، پیش روی بانی یک ترمز بلند باشه، پیش روی بانی از اون طرف مردم تیرشون اشکال نداره. بالشت بلند باشه، از اون طرفش تیرشون اشکال نداره. اما از جلب روی نماز در حدیث میگه اگر گناهش میفهمیدین که چقدر گناه داشت 40 سال انتظار میکشیدین و از پیش روی نماز کسی تیر نمیشد. یک دعا برای خواهر ما که اولاد نداره. دعا انشالله ما میکنیم و با خواهر یک توصیه ما است که تلاش بکنه استغفار زیاد طلب بکنه. یک تفسیر داریم به نام تفسیر نصفی، مدارک التنزیل فی حقایق التعبیر، یک تفسیر است از علامه نصفی صاحب. او در ازای یکی از آیه های سوره هود می آورد که یک کسی در دربار حضرت حسن نوای رسول صلی الله علیه وسلم در دربار حضرت معاویه رفته بود. به خاطر ملاقاتی که داشت از اونجا که بیرون شد کسی دست حضرت حسن را گرفت، برش گفت که تو از خاندان محبوب دلها نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم هستی و نواسیش هستی، ما اولاد ندارم، یک راه به من نشان بده. او برش گفت برو استغفار طلب بکن، خودتم و زنتم. اینا زیاد استغفار طلب میکنن، حتی روز تا 700 تا. بعد از 10 سال ازدواجشون که اولاد نداشتن، الله جل مجلاله به اونا 10 فرزند نصیب گرداند. بعد حضرت معاویه صاحب از حضرت حسن پرسان کرد که این نسخه را از کجا دادی؟ گفت از قرآن. در آیه 10 11 12 سوره نوح الله جل مجلاله میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. الله جل مجلاله شما استغفار طلب کنین، برای شما نان میتم، بارش براتون میتم، مال براتون میتم، فرزند برای شما میتم. پس ببین اونایی که فرزند ندارن استغفار زیاد طلب کنن، مشکلشون حل میشه. بعد موفق و سربلند باشید.